در شهر ترسونزاده امروز 139 مؤسسه تعلیمی بوده، از آن 71 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، 31 مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی و 23 مؤسسه تحصیلات ابتدایی می باشد. همچنین یک خانه کودکان و 11 کودکستان‌های نزد شعبه معارف و کارخانه واحد دولتی شرکت آلومین تاجیک فعالیت دارند. چطوری که معلوم گشت از طرف مسئولین در همه مؤسسات تعلیمی برای گذراندن زمستان سالهای 2019 و 2020 تیاری همه‌جانبه دیده انگشت و هیزم و سوزشواری ذخیره کرده شده است. مؤسسه تحصیلات میانه رقمی 96 شهر ترسونزاده برای گذراندن زمستان سالهای 2019 و 20 از تمام شرایط‌ها امکانیت‌ها استفاده نموده. مؤسسه 100% با شیشه بندی تامین میباشد. صنفخانه‌ها با پیچکه‌های برقی و تیره‌ها با سلفن‌ها تجهیزانده شده است و ما کوشش میکنیم که برای خوب گذراندن زمستان امسال از تمام چاره‌ها استفاده نماییم. مؤسسه مذکور با زمستان تیره‌ماه سال 2019 و 2020 پورا آماده شده است. این حال در تفتان‌های همه صنفخانه‌ها با گرمی تامین می‌باشند. در مؤسسه 4600 کیلوگرم انگشت ذخیره داریم و 8 کوب هیزم ذخیره داری شده است که پورا زمستان سال 2019-20 رو به ممانعت مؤسسه پیسر می‌کند. مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی که از دو آشیانه عبارت میباشند با دستگیری پدر و مادران و شعبه معارف شهر به کلی تعمیر کرده شده است. امروز در مؤسسه ما برای خوب گذراندن زمستان ذخیره کمر، ذخیره انگشت و هیزم آماده کرده شده است تا اینکه زمستان این ساله را به یگان خیلی کمبودی پس سر نماید. در مؤسسه ما 1004 نفر خوانندگان در دو بست تحصیل می نمایند و خوانندگان در 24 صنفخانه‌ها تحصیل خود را ادامه داده ایستادند. صنفخانه‌ها پورا با پیچ‌های علاوی نصب کرده شده، تیره‌ها شبندی کرده شده است. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 شهر ترسونزاده برای گذراندن زمستان سال 2019 و 2020 پورا آماده است. مؤسسه در انبارهای خود به طور کافی انگشت و هیزم‌ها ذخیره کرده است و ما باوری کامل داریم که زمستان در پیش ایستاده را به یگان کمبودی پس سر می‌نماید. چقدر که معلوم گشت دستور سفارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در تمام مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسونزاده اجرای خود را یافته است و مسئولین نیت دارد دوره تیره‌ماه و زمستان سال‌های 2019-2020 را با موفقیت گذرانند.